سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم نحوه ساخت و استفاده از کیف پول دیجیتال رو بهتون آموزش بدم. یکی از اولیه ترین ابزارهایی که باید تو این بازار ازش استفاده کنیم و داشته باشیم کیف پول دیجیتال هستش. امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو بکنیم و براتون مفید باشه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سر وقت آموزش. خب دوستان، بریم سراغ آموزش. اولین کاری که باید شما انجام بدین نصب کیف پول تراس والت هستش که واسه اندروید از طریق گوگل پلی و واسه آیفون از طریق اپ استور میتونین این برنامه رو دریافت کنین و وقتی که این برنامه رو نصب کردیم و واردش شدین این صفحه به شما نمایش داده میشه که من اول نحوه ساخت کیف پول رو بهتون آموزش میدم و بعد به جزئیاتش میپردازیم. قسمت اول کریت نیو والت، ساختن کیف پول جدید. روی این گزینه که کلیک کنین و بعد گزینه سکرت رو انتخاب میکنین. اینجا قسمت بکاپ هستش. بکاپ به دو صورت انجام میشه. بکاپ به صورت دستی، بکاپ به صورت گوگل درایو و اگر آیفون هستین به صورت آیکلود هم وجود داره که اینجا بکاپ به صورت دستی رو انتخاب میکنیم. تیک این سه تا گزینه رو میزنیم و گزینه کانتینیو رو انتخاب میکنیم. این صفحه برای شما باز میشه. 12 تا حرف هستش که واسه ما بسیار مهمه و حتما توصیه میکنم روی برگه این 12 تا حرف رو بنویسیم. و حالا چرا برنامه رو جابجا کردم؟ چون به دلیل امنیتی بودنش حروفای من رو به شما نمایش نمیده. برای همین روی گوشی دیگه آوردم که بهتر متوجه شین. و بعد گزینه کانتینیو رو که بزنین این صفحه برای شما باز میشه. یه سری سوال، 4 تا سوال از شما میپرسه. حالا این سوالا چی ان؟ قسمت اول ورد #1. کلمه اول از شما میخواد. تو این 12 تا کلمه‌ای که بود به ترتیب هستش دیگه. کلمه اول از شما میخوام و وقتی که انتخاب کنین گزینه بعدی فعال میشه. ورد #4 کلمه چهارم میخواد، گزینه بعد کلمه هفتم از شما میخواد و گزینه آخر کلمه دهم از شما میخواد که به این صورت میتونین انتخاب کنین. خب دوستان، اینجا کیف پول ما ساخته میشه. همونطور که میبینین مین والت. خب قسمت اول هوم واچ لیست، یه جورایی واچ لیستتونه و میتونید ارزا رو ببینید. و از قسمت بالا سمت راست میتونین هر ارز دیگه‌ای که مد نظرتون هسته رو اضافه کنین. حالا یا میتونین سرچ کنین یا میتونین به صورت دستی اینجا اضافه کنین. به عنوان مثال من ارز BNB و کاردانو رو اینجا اضافه میکنم. همونطور که میبینین اضافه شد. قسمت سواب چیه؟ سواب یعنی تبدیل کردن. به عنوان مثال شما بیت کوین رو به BNB تبدیل میکنین. خب و روشش هم مثلا اولی رو انتخاب میکنین، BTC رو سرچ میکنین. به عنوان مثال این BTC رو انتخاب میکنین، بیت کوین. اینجا هم BNB رو سرچ میکنین و اگر موجود داشتین این تبدیل انجام میشه. قسمت هوم چند تا نکته دیگه داره باید توضیح بدم. یه قسمت هستش سند، یعنی شما میتونید ارز رو از داخل تراس والتتون به یه صرافی دیگه انتقال بزنید. حالا هر ارزی میتونه باشه. رو سند که بزنین قسمت سرچ هر ارزی که مد نظرتون باشه و دارینش میتونین به یه صرافی دیگه انتقال بزنید. گزینه بعدی ریسیو یعنی دریافت کردن. به عنوان مثال شما میخواید از صرافی دیگه تتر یا بیت کوین به کیف پولتون اضافه کنین. روی این گزینه کلیک میکنین. به عنوان مثال از صرافی دیگه میخواین بیت کوین بریزین داخل حساب تراس والتتون. گزینه BTC رو انتخاب میکنین، بیت کوین. اینجا هم QR کد داره، هم میتونین آدرس والت رو کپی کنین و بفرستین. گزینه آخر قسمت تنظیمات هستی که بخوام توضیح بدم بهتون. این نمای کلیش که همینه. ولی اگر به عنوان مثال اگر 12 تا حرفی که اول ویدیو بهتون گفتن رو فراموش کردین یا گم کردین میتونین قسمت والت رو انتخاب کنین. مین والت 3 نقطه رو بزنین. اینجا قسمت منوال رو انتخاب میکنین و وقتی که انتخاب کنین پسورد یا رمزی که بهش دادین وارد میکنین یا اثر انگشت. اینجا باز 12 تا حرف رو به شما نمایش میده. خب این بود از آموزش ما. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین و براتون مفید بوده باشه. تا آموزش های دیگه بدرود.